یک شهروند تاجیکستان در روسیه برای آنکه گویا هنگام قبول مهمانان همسرش به نزد آنها حاضر شده است، او را تا مردن لطوکوب کرده است. مسئولان کمیته تفتیشات روسیه گفتند که حادثه روز 22 نوامبر سال 2016 در شهر نوکوزنیتسکی ولایت کیمیرو رخ داد و حالا تفتیشات انجام شده قضیه به دادگاه فرستاده شد. این قضیه از روی ماده کشتار بررسی می شود. سویتلانا کیسیلووا مفتش پرونده های مخصوصا مهم ریاست کمیته تفتیشات این ولایت در اظهارات مطبوعاتی خود در این باره روز 21 فوریه گفت پرونده شهروند تاجیکستان الکی برای بررسی به دادگاه ناحیه کویبش فرستاده شده است. در تفصیلات این حادثه کیسیلووا گفت آن شام مرد تاجیک با رفیقانش در خانه مشروبات می نوشید و وقتی همسرش زنی روسی ساکن نوکوزنیتسک به نزد آنها برآمد، این حادثه باعث خشم همسرش شد. تفتیشات مقرر کرده است که بعد این مرد به لطوکوب شدید همسر شروع کرد و شاهدان این صحنه نه تنها رفیقان بلکه دو طفل نابالغشان هم بودند. بعد این لطوکوب و به حال و بیهوش شدن همسر دستور او را شسته زن را به جای خوابش برده است. بعد مدت زن درگذشت. به قول کیسیلووا مرد نخست به رهبر کارخانه اش تلفنی خبر داده گفته است که همسرش را کشته است، ولی بعدا در جریان تفتیشات از حرفهای خود دست کشید. بیانات دو کودک نابالغش دست داشتن مرد را در کشتار ثابت کرد، گفت کیسیلووا. در صورت اثبات شدن گناههایش به این مرد تا 20 سال زندان تهدید میکند. تفصیلات دیگری حادثه از جمله هویت، مشغولیت و موقع خود متهم به این قضیه فعلا در دست نیست. از روی اطلاع سال 2015 مقامات تاجیکستان در زندانهای سراسر روسیه برای صادر کردن جنایت‌های مختلف 7000 شهروند تاجیکستان نگهداری میشوند. قسم زیادی این جنایت‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند، ولی در میان این حادثه‌ها جنایت‌های مربوط به کشتار هم ثبت شدند. روسیه مکان کار و زندگی بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک است.